خدایی که جان آفرید سخن گفتن هم در زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. اولا حمد و ثنا مر خداوند را که محترم جماعت ما و شمار امروز در این شب مبارک الله سبحانه و تعالی دیدار یکدیگر دیدن مناسب دید. لحظ به خداوند شکرگزار هستیم. تنی صحت داد، خاطر جان، دل بیغم الحمدلله. و شما عزیزان هم صحبت شدن ما خدا خواست سعیدی در روی الله چند وقت است مشاهده میکنیم. البته روز و روز انشاءالله خدا خواهد سومه که از طرف شما در اون یعنی خدا خواهد کرد مونده سوده زیاد چیده سوده است. البته ما از تمام مسافران انشاءالله خدا خواهد منت داریم و تشکری انشاءالله زیاد اظهار میکنیم که الله سبحانه و تعالی البته هر یک شما را خداوند آمدی کار کرد. هر یک شما را الله سبحانه و تعالی نگهبان باشد با آنچه انشاءالله مقصدهایی که کریم، با آنچه آرزوهایی که داریم الله سبحانه و تعالی جامعه عمل بپوشاند و هر خیر و هر عملی که میکنین البته انشاءالله خدا خواهد ضایع نمیشود. همش نزد انشاءالله خدا خواهد الله یعنی محفوظ است این دنیا اندم و آخرت هم انشاءالله خدا خواهد دستگیر میشود. من یک خدا خواهد روایتی زیرینی که خدا خواهد سوره انسان آیت هفتم هشتم الله سبحانه و تعالی بیان میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خب یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. صدق الله العظیم. خدا سبحانه و تعالی میگه یعنی وفا میکنن با نظرهای خود و یخافون یوما کان شره مستطیرا و میترسن از روزی که هست در آن روز سختی و شدت و دشواری آن روز و یعنی مستطیرا و آن روز چی است؟ آشکار است بر همه مردم که البته روز قیامت انشاءالله خدا خواهد چه می شود؟ یعنی برپا می شود. و یطعمون الطعام و می دهد میگه طعام را برای کی؟ علی حبه برای کسانی که محتاج هستند و کی مسکینن یکم به مسکین ها، دویم و یتیمن و یتیم ها، سیوم و یعنی و اسیر. جمهور مفسران در این آیت زیرینه چونین در کتابی انشاءالله خدا خواهد حسین واعظ کاشفی تفسیرش آوردیند که اکثر جمهوری مفسران در همین اعتقادند که یعنی کسی که نظر میکند انشاءالله خدا خواهد البته باید نظرش نه انشاءالله وفا کند. پیغمبر ما شما پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه وسلم یک روز خانه خدا خواهد حضرت علی اومدن. وقتی که دیدن که امام حسن امام حسین نبیرگانشو که بیمار هستن گفتن شما نظر کنید. حضرت علی انشاءالله یعنی به سبب نظر کردن شما الله سبحانه و تعالی فرزند شما تنی صحت میدهد. حضرت انشاءالله علی با همسر مبارک شو مادر ما شما فاطمه یعنی خداوند دختری پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه وسلم فاطمه رضی الله تعالی عنها نظر کردن گفتن ما 3 روز روزه میداریم. یکم روز روزه گرفتند و میگه کمتر مبلغ حاصل کردن و یک روایت قرض گرفتن یعنی آرد آوردن و خمیر کردن و خواستن که قسم بیگاه انشاءالله خدا خواهد یک جگی با ایله افطار کنن. ناخواست میگه پیش از نماز شام یک میگه چی مسکین آمد که هیچی نداشت آمد میگه گفت که این خانه نبوت برای الله به من چی بکنین یعنی طعام بدین و عوضی طعام الله سبحانه و تعالی شما انشاءالله جنت میدهد.
همون طعامی که داشتن میگد و همون یعنی چی مسکین دادن. و دیگه روز هم روزه گرفتن، نه خواب رفتن میگه شب. دیگه روز هم روزه گرفتن، وقتی که پیش از نماز شام بود میگه که یک یتیم آمد که بی پدر و هم در راه خدا بود که برای ما خیر کنه. همون چیزی که طعامی که داشتن در راه الله دادن. سه روز هم یعنی گشنه روزه گرفتن. سه روز بود که پیش از نماز شام، پیش از افطار که یک اسیر آمد. و انشاءالله گفت در راه خدای خانه نبوت، در راه الله برای ما خیر کنه. حضرت انشاءالله خدا خواهد علی و مسیحتی فاطمه همسر نازنینشون در راه الله یعنی چیکار کردن؟ خیر کردن. پلیس کلام 3 روز یعنی گوشنه روزه گرفتن و در راه خدا برای خدا خواهد انشاءالله یعنی مسکین و یتیم و اسیر کیوی کردن. الله سبحانه و تعالی در شأن اینها این آیت مبارکه سوره یعنی انسان در 7 و 8 این سوره شد میگه که استعذ بالله و یطعم الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. الحمدلله به عدد شکر شما عزیزانم که خدا خواهد من امروز خدا خواهد در راه الله خیر میکنیم. خدا خواهد شما هم همین انشاءالله مکافات خیر احسانه که میکنیم البته پاداش خدا خواهد چی از جنت است. پیامبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک چی میگن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این حدیث ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کردن ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا بثلاث. وقتی که میگه انسان که وفات میکند همه عملهاش بریده میشن، منقطع میشن، چی نماز و چی طاعت و چی عبادتش الا بثلاث، مگر هم 3 چیزش دائم انشاءالله خدا خواهد در عالم برزخ، در عالم خاک انشاءالله قبر رسیده میشه. یکمش از صدقه الجاریه، یعنی کسانی که صدقه جاریه. صدقه جاریه چی است؟ من امروز خدا خواهد برآوردن آب یکی از بهترین صدقات های جاریه است که خدا خواهد انشاءالله از این کسانی که استفاده میبرند، چی پرنده چی درنده چنین ها، ثوابش البته به شما رسیده نیست. یکی دیگرش العلم ینتفع به، علمی که از وی مردم ها فایده میبرند. اون علمی که خدا خواهد با مردم برسانه، علمی که خدا خواهد تعلیم میتین فرزند داره، انشاءالله از همون علمی که فایده میبرد مردم، اینم انشاءالله همون صاحبی تعلیم تیندش نه البته ثوابش رسیده میشه. و یکی دیگرش الولد الصالح یدعو له، این سیمش بچه صالحی که دائم انشاءالله خدا خواهد دعا میکنه. البته خدا خواهد شما صدقه جاریه کنه، یا که علمی که مانه برای مردم، یا اینکه خدا خواهد یک فرزند انشاءالله صالح، بچه نماز خون، بچه با طاعت با عبادت اگر تربیت کنین انشاءالله خدا خواهد هر روز در حق شما دعا میکنه. حتی ببینید که در یک روز 5 مراتب نماز میخونیم و در درون نماز حتی دعا میکند که اللهم اغفر لی میخونه، اللهم اغفر لی ولی والدی، یعنی پروردگار یکم من مغفرت کن بعد از این پدر و مادر من. انشاءالله هر روز در قبر شما انشاءالله دستارخوان در حد انشاءالله خدا خواهد رحمت الهی ثواب البته در شما رسیده میشن. عزیزان من البته انشاءالله خدا خواهد صحبت به آخر میرسانیم. ما از همه خدا خواهد مسافرها منت دارستیم. شما امروز خدا خواهد این مصیبتی که بسری خلق ما و شما، این مصیبتی که بخشلاق ما و شما دستگیری دارید، البته الله شما را دستگیری کنه، الله شما را مددگار باشد. الله شما را چی مقصد چه آرزوهایی که دارین انشاءالله خواه دینی است و خواه دنیاوی خدا هم با فضل و کرمش برآورده خیر بگردانند. دیروز بار میکنه یک خدا خواهد کمپیر یک کلان سال دهه ما و شما خدا خواهد روز 3 شنبه بود با دخترچش و 200,000 روبل سوم خدا خواهد دخترچش آورده داد که اینم مادرم داد. گفتم برای چی؟ گفتم برای خدا خواهد برآوردن آب، برای تامین کردن نوشاکی. حتی اینکه کمپیرهای ما شما امروز موی سفیدهای ما شما عرض خستنی انشاءالله چیکار کردنش نمیدونم، حرکت دارن. ما شما جوان آمکن غیرت کنیم انشاءالله، دستگیری کنیم. به زودی خدا خواهد
یعنی این آبی که امروز محتاجی قوم و جمعیتی ما هست، الحمدلله زودتر الله مدد کند، زودتر این تأمینات با آخر رسونیم، انشاءالله پاداشش این دنیا اندم و انشاءالله در آخرت هم دستگیری ما و شما بشود. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.